لیلا لیلا چی میگی بگو که بمردم خونه کی بشی خونو که دیگه میگو این شب میمون دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا خیر پیش بیاره. 4 نفر بچه خالامه بچه عمام. خب چیکار کنم چی خدمت کنم؟ اموت نون لوکسی تیار میکنی. نون لوکس خوبی نون لوکس که تیار کنم آوردگاری هم مایه. برو بیا که تیار آوردگر کنم. چی مایی با تو میگم نون لوکسی تیار میکنی. برو بیا که تیار کنم. از کجا بیارم؟ از کجا بیاری؟ همیته که میمون میکنی برو بیا که تیار کنم دیگه. بانک پیار خود خو بیارم یا بانک پیار تو؟ ما بانک پیار خود خو بیارم یا بانک پیار تو؟ ما از کجا بیارم؟ من دیرو برفتم رخشویی کردم، دیرو برفتم نون پخته کردم، امی همسایه صدا کرد برفتم. چند دادم؟ تیار نمینا بر نون لوکسی تیار کن گوشت سدی بیشتری. بیشتر ندادم. دو رقم گوشتی بستم. نه دو رقم گوشت مایه. میگم میخزر از کجا بیارم؟ میگم از کجا بیارم؟ از سر قبرم بیا. تیار کردی به خدا گپا میزنه به خدا آدم بخی خنده میگیره به کارو ازی گپا ازی. میگم از کجا بیارم من پخته کنم برای تو؟ دیرو برفتی نون پخته کردی رخشویی کردی برو همونا پولار بستوندی برو بیار چید میدی بخریم شو میمون دارم. میگم یک ماه که زدم کندم یک 5 سدی بخور جمع کردم. کیاره همونا چنسه؟ او 5 سدی به تو گوشت نمیشه. 2 رقم گوشت هم میبا. برو ما کار ندارم. کار ندارم نمیشه بیخی. آره اگه تیار نکنم چه کار میکنی؟ نمیکنم. بعد این شب بیایم اونا چه کار کنی؟ برم بیایم هیچی دیگه. اشته من اینجا بیامده گوشت پخته که 2 رقم گوشت هم مایه برنج هم مایه غذا لوکسی هم مایه مگه اینجا رستوران پیار منه؟ با تو میگم این شب دیگه پخته میکنی؟ نمیکنم. این من میسنه یک پیزگتی بخی از کجا بیارم؟ بخی با تو میگو از کجا بیارم؟ برو نمیکنم. با تو میگم این شب نون تیار میکنی من میمون دارم. مگر بانک پیار تو بیارم که پخته کنم به تو؟ بانک پیار نمیاری بانک پیار خود خود ما کار ندارم. در دار جون من بخوره تو در دار جون من بخوره از کجا بیاری من میزنیم؟ لا محمد رسول الله من شب 4 نفر میمون دارم. بانک پیار خو میاری بانک بودار خو میاری بانک گرارا خو میاری تیار میکنی. من مفاجار بخورم میمونا تو خود هم بخور خودی من از کجا قبرستون تو بیارم من گفته کنم مفاجار بخوری تو سوار بکن. مرد مفاجار بخوری تو مرد مفاجار بخور خودی پیار خو. با تو میگم این شب تیار میکنی در قبرستونی میاری با فهمیدی؟ تو تیار نکن. تیار نمیکنم دل تو بطرق تیار نمیکنم بول میمونم تو بیایه. الله خدا سکو که زنگ الله جو الله. بله بابا خوبه زن میگم کجی تا تو نیسته من خود سیم برد زیر لغتاق زیر مشتاق میکنه میگه که از هر جا میکنی برو به میمون داریم شای بچه ها خالاق ما چوب کدو لکن دو راخ باز میمون کرده میگه برو از هر جا میکنی به من دیگ بار کن. 2 رقم گوشتم از میتونه من از کجا بیارم بابا من دیرو برای تو رخشویی کردم به من میگه برو از قبر پیار میکنی از هر جا میکنی برو بیا تا میتونه شما رو هم دو میده. بیا خودی از این جنجال صاف کنی من دیگه حوصله دیگه ندارم که از خودی از این جنجال کنم. الله جو لعنتی خودی یک جب قد تو خونجگاه میای مر میزنه تو صبر بکو بستکن که بیایه. ولی خودی چی شده؟ یک گوجه بی دستون رفت کجا رفت؟ جمعون سر دیوانه میشه سر دیوانه میشد که ای بابا جو روز اول که من به شما اشتا چیزی آخه نصیب من بیچاره پینکسی هم بخواه کمی تا آدم نصیب بشه. این نصیب پینک تونم دختر خوب گردم یا نصیب خود گبزه
یعنی بابا این نمیشه. من تا میتونه اون سیما پرتو تانو مبر نداشتم. سیما پرتو تا میتونه من میزنه که تو برو از جا میکنی برو پخته کو بیاره. یعنی چی میگه؟ خودش میمون داره کو. به شما که بگفتم میشه میمون داره بچه خالان رفیقان میچون کی نه. خب این میمون داره یعنی هیچ هم خونه نمیاره. هیچ هم نمیاره تو از جا میشه برو پخته کو. اشتباه میکنی بد میکنی گپ میزنه. اشتباه میکنه انا میتونم بابا من دیگه نمیسته که من میرم خود شما. من دیگه نمیسته. ولی خود چی شو؟ خود من چه میکنه قبرستون برفته که برم که با شای بیای برای تیار کنم که بخورم مرگ در. خبر محترم وقت. میرم بابا نمیشه بابا. باش بیا خود میمونو خم گفتم من تا کنی دیسک بشینه. بیا برو بیا. چه کار داره سوار کنی؟ وردا چه کن. دیگه نمیسته که مخونی از لعنتی یک خودی ابو جان خاطر که بابا یا همون دا فکر نمیکنه. هیچ هم خونه نمیاره به زندگی خود چی نمیاره. خودی هم میتونه من میزنه آنی. خب با خامد برات تو. ما تیار میکنم خود گام میزنم. آنی تو یه خونه یک گوجه بی بفهمیدی؟ الان بور من میمون آخر دا جون پخته کو. بفرمایید خوش آمدید. بفرمایید. خوش آمدی. بیا بشی کجی بیا. بشینی کم پالم به دور خون. کورم از اون قوستین. میایم ما این زنگ رو بیارم. اختراع که قرار کرده بشینی. دیگه خیلی هم اختلاط کنی پربیزی کنی. زنگ بده ما بگرم از اون بگم. بابا آجو. روح کرد. کی نه؟ رمضان. بله رمضان. کجی نیم مگیلا کن. رمضان. ما بیامدیم خونه چیز بیامدیم خونه کجی آمدیم. تو غوث الدین هم بیاین دیگه. خود 4-20 دقیقه دیگه ما به مو واسطه بیامدیم گفتیم که خود شما یک 10 دقیقه پرویزی هم بکنین دیگه. بیایم. عادی که تو تاشون به اونجا باشی و تا خونکیا همینجی بیا بگیم چای میخونی اختلاط میکنی بگم پرویزی میکنین اختلاط میکنین دیگه. بیا یک زنگ به غوث الدین هم بگو بیاین. ما و خدا کجی گفت تا وقت بیاین ما سنم نماشون بیاین بعد نماشون گفتیم بیاین. این گوازی که بیکار متا کوچه به هفته روز اینجا شیشتیم و خزین بیاین. گفتم رمضان اینا را میگم که بیا. بیا دلجان بیا. چی؟ گور دیگه من نمیتونم بگم. میگه کمی گور و کشمیش هم تیار کنم. خوبه. خوبه میگه بیاین خدا حافظ. میگه آنو کو 4 بجیه. خو 4-20 دقیقه اون ساعت 20 دقیقه تو از اونی تو بیای چیزه خیلی خونو که کجی خوش بله زن کجا کو بگم کمی چای بیاره چیز کو که بخولم کمی بالکن گرم شی. خوبه. لیلا جواب میده تمام. لیلا اینجی خوب بودی که میشنید الان بزو خونه که یارت هم دیونه بیدی اینجی باشه که میشنوه. لیلا نیه و زنگ دیگه شیر نداره شما لیار زنگنو داره زنگ الو لیلا کجایی؟ آخه بسرا پیار خود تو چی میمه و تو نگفتم این شرمه میمون دارم
بچه خالا منم بچه عمو منم او ما پیار تو چی مون که میگی گوشی میدن دست پیار خوب بله سلام کوکو کسر خوبی مخیرین سلامت اینجا جوره شکر آخه من امشب میمون دارم چری برفته بگوانه میمونه تا خونه شیشته یا آخه میمونانه و تا خونه شیشتی هم بعد آب شرف ما بری بگی بله آبم قبرستون کنه آماده تو سی که آدم موی سفیدی چی میگه؟ چی میگه کجیر؟ میفهمی عباس چی میگه چی خسرو میگه؟ جان؟ میمونا تا مرگ ما فاجار بخورن این بلوک بیعقل نافهم نادون دیگو اینا بیامدن به شب زمستونی آبا ایلا چه ایته بگه؟ بخ در سرا شمونه نه چرا؟ در سرا نمیشنوی شما خب شده ها؟ گردنم من دو میداد چه ایته بگه؟ ما دختر خود بیاوردم میگه که میتونم بیارم اینجا مثل گوری بشینم مسکه خوش نیموری های بفرمایید خوش آمدید بیاین سلام اشتني قلاب خير بخير سلام عباس اشتني خير بخير سلامات اینجا رو خوب خیلی بفرمایید بالا بشین بشینید بیاید. بابا، ما بالا بشین يا غوث الدين بالا بفرمایید بيا شما بیا بشینید بیا بفرمایید. بفرمایید بشین يا ولد اشتخ غوث الدين بيا بالا اشته وقت بیامدن شما ما حقیقت رسید ای با ما گو بیا که بریم انا که چیزه بریم همینجی پروازی کنیم اختلاط کنیم باز بیامدم زنگ زدم رمضان گفتم بخزیم بیایم دو قله مر با هم زدی ساعتی میشه دیگه حسابی هسته چی خیریته؟ وقتی در سرا شما وقتی بده با بیلای در سرا از اینا فقط فقط هم در بارادی اعلاق شدم یعنی گیل جای مسئله بگو این چه کار چه ایته گپه گفته؟ چی مسئله بگو گیل چی اصول گفته کجیر بابا گوشی رو مار بیاورده کجیر هرچی جق میکنه لیلا نیه زنگ زب زنگ خوسه میکنه خوب برفته بخونه پیار خوب گوشی مثل که زنی گفتی وانی خود خسور پیار مگبزی خسور کجیر ای گپ میزنه میبینیم دو میده مرگم و فاجار اینا بخورم ما میگه بلوک مفخور اینا بیامدم اینا شرم عیان ندارم خجالت نمیکشم 4 تا گو وخسته بیامده امیده گپی هم بو گفته این خودی نگو جواب خوش آمدید سلام علیکم سلام علیکم بکاشتن خیلی مخیریم کاکا جان خوبه خیریم بخوای بخیر بیاین کاکا بفرمایید اینجا بفرمایید بفرمایید بالا بشینید بشینید بفرمایید که جو یک گلاسه میخوام اوست نه او خب بگو خود شما دارم بله شما شرم حیا ندارین چرا شما مرتگه بیچاره بدبخته که نون صبح و شام خور نداره شما خور بزرگ میمون نمیکنین خجالت نمیکشین اما چی داره زن تاشون میره یا خمیر پخته مردم میکنه یا رخشویی مردم میکنه شما خجالت کشین قیافه خود شما چی بگم برای شما دیگه کاکا ما به زور میمون خور نکردیم این خود 10 دفعه به ما گفته که بیای میمون او باشیم. اشتباه کرد اشتباه کرد که میگه پرزاد به شما واقعیت به شما بگم آه او گله بازی کردیم به میمونی دو گلر بای داد انا والا وعده شد که ما رو می هفته میمون میمونی بالا وقت یالا تست وقت بعد کاکا اشته شما میمونم کپ کپ کن بخورن یک بکس تو بزن که خودت کیف کنی
کجا بریم بعد کاکا؟ خود تو شهرم که حیا کن. میموندگر و در میکنی تو شهرم حیا نداری. کاکا این خونه از این آخی تو خدا فکر نمیکنی کمی سیاست تا شما رخشویی مردم میکنه نپختی مردم و میکنه. خاک میکنه کتی نه تبرقا بیار دوش اینجا. ماما جان بعد چی میگم ماما جان؟ بیگونه کنیم ما و شما هستیم. ها کمایی باش. کاکا کجا بریم ما؟ بشینیم سر یا خوب برو کاکا وقت کاکا وقت. یالا وقتی گیل لگه نون کنی وقت. نخورده. یالا وقت. ای یک گوجه ما چیز گرم گدا مرسینه برن. شما گدا کنین کاکا. ببخشید کار کاکا. بلد کار خورین. بلا اساد گدا کو بگین برین. از اون گدا هم بدترین. از اینکه خود بزرگ میمون مردم میکنی. یک گوجه باش که من به کوچه ببینم تیار میکنم برو بعد برو